یک اشتباه رایجی که خیلی از مدیرای کسب و کار انجام میدن اینه که تصور میکنن شغل کارشناسی مرکز تماس نیاز به مهارت‌های تخصصی و پیچیده‌ای نداره و به راحتی هر کسی که رزومه میفرسته رو استخدام میکنن. اما متاسفانه استخدام یک کارشناس بد برای مرکز تماستون سه تا مشکل بزرگ میتونه برای شما ایجاد کنه. مشکل اول اینه که هزینه‌های شما رو به صورت غیر مستقیم افزایش میده. به این شکل که شما مجبورین دائما آموزش‌های تکراری و مکرر برگزار کنین که هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت و بعد از یه مدت مجبورین که با این کارشناس بعد قطع همکاری کنین و مجدد پروسه استخدام و آموزش رو از اول تکرار کنین. مشکل بعدی که میتونه برای شما ایجاد کنه اینه که کیفیت مکالمات مرکز تماستون رو به شدت کاهش میده و باعث نارضایتی مشتریای شما خواهد شد. نکته سوم و از همه مهمتر اینه که حضور یک کارشناس بد در مرکز تماس عملکرد بقیه کارشناسان خوبتون رو هم تحت تأثیر قرار میده و خیلی وقتا پیش میاد که کارشناسای خوبتون هم از حضور یک کارشناس بد کلافه میشن. بنابراین زمانی که میخواین یک کارشناس مرکز تماس استخدام کنین تصور کنین که خودتون نمیتونین با همه مشتری هاتون صحبت کنین و مجبورین یک نفر رو به نمایندگی از خودتون به مشتری هاتون معرفی کنین تا باهاشون صحبت کنن. بنابراین به این شکل حساسیت بیشتری خواهید داشت برای استخدام کارشناس مرکز تماس و میتونین به راحتی مکالماتتون رو کیفیت مکالمات مرکز تماستون رو بهبود بدین.